چه روز خلوتیه. این مهیمنه تکچق تو رو میزنه. نه علیرضا چطوری؟ خوبم داشت نوکرم. مهیمنه تو که این همه ادعای تکچق زدنت میشه، من برات چالش شدم، انجام میدی؟ آره هر چی بگی انجام میدم. بیا از بین لای این دوتا سنگا که میبینین تو تصویر، از بین اینا تکچق بزن و هر بار که تکچق میزنی اینا کوچیک‌تر بشه. ببینم میتونی تا موقعی که فقط اندازه لاستیکت باشه بزنی؟ حالا شروع چالش اول برو بریم. میبینید همونطور که میبینید کوچیک‌تر شده. دوباره به آب خوردن رد کرد. بزن بریم واسه چالش سوم. موسیقی ردش میکنه الان. دوباره مثل آب خوردن ردش کرد. برو بریم واسه چالش بعدی. میریم واسه چالش چهارم. این هم مثل آب خوردن رد کرد. دوستان همونطور که میبینید این بار خیلی کوچیک‌تر شده. دروازه اینجا بود، آوردم اینجا. میریم واسه چالش آخر. رفتیم برترهای دوم، ببینیم برترهای دوم چیکار کنه. واقعا سخته. دوباره بزنه این گراور. کاملا هلو ردش میکنه. ایول. دوستان این چالش همونجور که دیدین تمام شد و اگر ویدیوهایی مثل این دوچرخه و جوتسا خاصی لایک و سابسکرایبتون نره و به چنل ما حتما سر بزنین.